حالا ایده های محتوایی به چه شکل باشه دوستان؟ ایده محتوایی خب موضوع مهمیه. ما هم نمیتونیم توی اینستاگرام یه مدل پست بذاریم. خیلی مشکلایی که من همین الان فکر می‌کنم از بین شما دوستان حداقل 10% به این شکل هستین، فقط و فقط معرفی محصول داشتین، یعنی آخرین گزینه. من از قصد گذاشتمش آخرین گزینه که در واقع در نظر داشته باشین که ما کلی میتونیم ایده محتوایی داشته باشیم. منی که هر روز دارم محصولمو معرفی میکنم، اصلا چرا باید بقیه منو فالو کنن؟ یه زمان میاد پیج منو نگاه میکنه، محصولو پیدا میکنه، زنگ میزنه میخره. هیچ وقت نیاز نیست فالو کنه، واقعا نیاز نیست. ولی اگه من محتوای آموزشی داشته باشم، سرگرم کننده، محتوای سرگرم کننده و جذاب داشته باشم، تیممو معرفی کنم پشت صحنه، بگم چه خبره، یه سری گزارش‌ها بدم که راجبش صحبت می‌کنیم، محتوای ترند داشته باشم که الان بهش نیاز داریم، مثل مبحث کرونا، مثل داستان عجیب کرونا که میشه راجبش صحبت کرد، یه سری محتوای داستانی داشته باشم، یه سری محتوایی داشته باشم که UGC یعنی User Generated Content، یعنی کاربر تولیدش میکنه، و یه سری مصاحبه، حتی مصاحبه با آدم‌های جذاب توی این، آدم‌های مرتبط و جذاب توی این حوزه، و در آخر حالا اومدم محصولم معرفی کردم. راجع به تک تک اینا مثال میزنم، نگران نباشین، جلوتر هست. بخش زیادی از صحبتمون تا ساعت 6 به همین منوال میره که فکر می‌کنم بخش جذابی باشه، امیدوارم استفاده بکنین و اینم در نظر داشته باشین. شاید همه‌شو نتونین استفاده بکنین، اصلا نیازی هم نیست همه‌شو استفاده بکنین، ولی نیاز هستش که تنوع داشته باشیم و نیاز هستش که اگه 5 تا پست میذاریم یکیش واقعا معرفی محصول باشه دوستان. دیگه چی بشه 2 تاش باشه. خب وقتی معرفی محصول ها زیاد میشه، آنفالو ها زیاد میشه، اینگیجمنت ها به سمت خوبی نمیره. اینها دیگه واقعا یه فکتاییه که اصلا راجبش نیست، لازم نیست مطالعه کنین، کاملا ثابت شده است. خودتون هم جای مخاطب بذارین، همینه. خب بریم سراغ محتوای آموزشی. من اینجا پیج دیجیکالا رو آوردم، اومده در واقع یاد داده که ما چجوری بتونیم کنسرو گلدان استفاده کنیم، در واقع بسازیمش. درست میگم؟ نوشته که چگونه با قوطی کنسرو گلدان بسازیم. چند تا نکته اومده مطرح کرده. یه موضوع جالبیه، یه موضوع جدیدیه، بر اساس اون پرسوناییه که میشناستش و تو اینستاگرام هست و محتوای آموزشی کوتاهیه. من اشتباهی که حالا خودم داشتم این بود که آدم‌ها تو اینستاگرام خیلی کم پیش میاد خیلی دنبال یادگیری باشن. برای همین شما لازمه که یه سری محتوای آموزشی ارائه بدین، ولی واقعا کوتاه باشه، جدید باشه، جذاب باشه، کاربردی باشه، متناسب با پرسونا باشه، ولی طولانیش بکنین دیگه از اون جذابیت میفته. این پست هنوزم هست، میتونین برید نگاه کنین، پیداش بکنین، کپشنش رو بررسی کنین. اینا میشه تمرینای شما که حالا در حین کار دارم همین الان میگم. پیشنهاد میکنم که همین الان گوشیتون دم دستتون باشه، البته اگه تمرکزتون از دست نمیدین. اگر دست میدین بذارین بعداً، چون الان چون اینستاگرام اینقدر جذابه که الان شما ممکنه برین تو دیجیکالا یه دفعه سر از یه پیج دیگه در بیارین و کلا وبینار رو رها کنین. این کارو نکنین، ولی بعداً حتما بهش سر بزنین یا یادداشت کنین، نوت برداری کنین که بعداً بهش سر بزنین. یه سری محتوای سرگرم کننده دوستان، این موضوع که اصلا جذابیتش فوق العاده است. تو هر کشوری که شما برین، معروف ترین پیجا معمولا پیجای آدمایی هستن که حالا یا سلبریتی هایی که خودشون خیلی طنز پردازی میکنن، یا در واقع اینفلوئنسر هایی که اسمش هم خاطرم نیست، یادم رفته، اینفلوئنسر هایی که طنازن، فایلای ویدیوهای طنز و محتوای طنز تولید میکنن و سرگرم کننده است، واقعا سرگرم کننده است. آدما میان تو اینستاگرام کلا یکم ریلکس کنن، یکم راحت باشن، یکم لذت ببرن. و لازمه شما به عنوان یک بیزنس خیلی جدی نباشین تو اینستاگرام. اگه بیزنستون خیلی جدیه دوستان، تو اینستاگرام اونقدر جای جالبی برای شما نیست. هر چقدر پیجتون، مخاطباتون، حوزه کاریتون میشه گفتش که از جدی بودن فاصله داره، اینستاگرام جای خوبی برای شماست. اینو یادتون باشه. ما اینجا یه مثالی آوردم، مثال از خودمون آوردم و واقعا اینو بچه‌ها خیلی به نظرم دستشون درد نکنه که اون تایمی که روش کار کردیم یه روزی داشتیم به اسم روز ایموجی. یعنی یک مناسبتی وجود داشت به اسم ایموجی دی که احتمالاً آشنا هستین، جلوتر هم معرفی میکنم یه سری روزها رو از کجا میشه پیدا کرد. ما اومدیم اون روز یه ویدیوهای بامزه درست کردیم، یعنی یه سری از بچهای خود تیممون، از بچهای تبصر، یه سری ایموجی ها گذاشتن
که در واقع ادای شبیه همون ایموجی شدن. خب احتمالا این ایده رو دیده باشین جاهای دیگه. من نمیخوام بگم ما ابداعش کردیم، ولی میخوام بگم که خلاق‌ترش کردیم. اولا ویدیو بود، ثانیاً کوتاه بود با وجود اینکه حتی جذاب بود، ثالثاً که بچه خودمون بودن، یعنی ما نرفتیم ویدیو کپی کنیم. این ویدیو به طرز وحشتناکی ویو خورد. ما فکر کنم پیج تبسل همین الان 8000 تا فالوور داره، این فقط 5000 تا ویو خورد. کامنت ها و کپشن ها و میزان سیو ها و اینا که نگاه میکردیم واقعا برام جالب بود، چقدر استوری شد و چقدر جذاب بود. اینجا یعنی من سر یه پست مناسبتی اومدیم یه جوری مخاطب رو غافلگیر کردیم، براش جذاب بود و واقعا متفاوت عمل کردیم. دوستان ما خیلی از مواقع یه چیز بگم، یه سوال بپرسم جواب من رو بدین. پست‌های مناسبتی که میذاریم خیلی بیروح و خوشگن، یعنی میگیم روز ایموجی مبارک. موافقین که خیلی از پیجا اینجوریان یا خودمونم اینجوری هستیم؟ و موافقین که هیچ کاربردی نداره و هیچ فایده‌ای هم نداره برامون؟ آخه چه فایده‌ای داره؟ مثلا من روز ایموجیه، خب میگم روز ایموجی مبارک. فردا روز شکلاته، میگم روز شکلات مبارک. چه تعاملی دارم؟ چه جذابیتی داره؟ هیچی. فقط یه اطلاع رسانی کردم. اصلا اینستاگرام جای اطلاع رسانی نیست. اصلا من آدم این اطلاع رسانی این موضوع نیستم. من قرار بگم خب اوکی روز ایموجی من چیکار کردم. بله میخندن خانم حسن زاده، واقعا خنده داره. آخه من چیکار کردم واقعا؟ این همه پیج نگاه میکنیم عید و تبریک گفتن، خیلی ممنونم ازشون، واقعا دستتون درد نکنه، ولی چه فایده ای داره؟ مثال این میمونه که دقیقاً ما خودمونم اینو داریم ها. یعنی من الان بخوام همه رو بخوام دونه دونه بپرسم بهش میرسیم. ما روز عید چیکار میکنیم؟ به تمام مخاطبانمون تبریک عید میفرستیم. یه دونه شعر برداشتیم و یه جایی کپی کردیم، پایینش اسممون رو مینویسیم، مثلا میگیم عیدتون مبارک، فرخنده باد فلان فلان فلان، علیرضا ابراهیمیان نوروز 99 مبارک. موافقین با این حرف من؟ و موافقین که این بیخودترین، به نظر من ببخشید اصلا میگم بیخودترین پیام تبریکی که میتونید شما دریافت بکنین؟ مثلا من خودم روزای عید وقت میذارم به جای اینکه به 500 نفر پیام تبریک بیخود بدم، میام خودم یک موضوعی مثلا میام وایس میفرستم، میام یه پیام کاستومایز شده میفرستم، به خاطر اینکه بر اساس اون مخاطب، ببینید اصلا ما راجع به بیزنس صحبت نمی‌کنیم، یعنی میخوام از دلش ببین چقدر موضوع ریشه‌ایه. میام از بر اساس شناختی که اون مخاطب دارم یه پیام میدم، به شدت براش جذابه، میتونیم امسال واقعا همکاری بیشتری، دوستی بیشتری داشته باشیم و کاملا کاربردیه. حالا از بین 100 تا پیام دیگه پیام من یادش میمونه. دقیقاً ما هم تو اینستاگرام قراره که مخاطب ما رو به یادش بمون، یعنی در واقع بیزینسمون، برندمون یاد مخاطب باشه. پس بی خودی وقتتون رو تلف اینجور پست ها نکنید. خانم هوگامنش قطعا داخل وایسی که من میدم اصلا اون پیاما وجود نداره. من دقیقا بر اساس مخاطبی که میشناسم بهش میگم که روزت مبارک، سال پیش با هم این همکاری داشتیم، این دوستی داشتیم، ان شاءالله اتفاقای بهتری بیفته، اینجوری بشه، یه تعریف ازش میکنم، یه تمجید ازش میکنم، یه چیز بامزه بهش میگم که وقتی گوش میده لذت ببره. خب دیگه از بحث خارج نشیم. البته مثال مهمی بود که لازم بود بگم، بذارم دلم پر بود، فکر کنم متوجه شدین. دومین محتوای سرگرم کننده مربوط به پیج الی گشته. اومده یه سری، فکر کنم نمیدونم چه، اگه اشتباه نکنم این تو این تصویر مشخص نیست، برید نگاه بکنید، کاملا مرتبط با کسب و کارش، یک بخشی از جهان رو داره نشون میده، یه ویدیوی بامزه و یه کپشن خیلی خوب و بازم خیلی کاربردی، خیلی خوبه، همه چیش به درد بخور. و اینکه اومده، من حالا پیشنهادی که اینجا دادم اینه که خب ما یه موقعی سوال میشه برامون آی جی تی وی کی بذاریم. من فکر میکنم که بعضی موقع بد نباشه برای محتوای سرگرم کننده آی جی تی وی بذاریم و بررسی کنیم آدما تا آخرشو کی چقدر دیدن. دوستان هیچ وقت یه چیزی بهتون بگم، به عنوان کسی که تو اینستاگرام میخواد حرفه‌ای فعالیت کنه، هیچ وقت فکر نکنین که یه پیج، یه پستی که 1000 تا ویو خورده 1000 نفر تا آخرش رو دیدن. نمیدونم چقدر آشنا هستین یا نه، ولی ویو از زمانی که شما 3 ثانیه ویدیو رو ببینین شمارش میشه. یعنی اون 300,000 نفری که یه ویدیو طنز رو دیدن، ممکنه 300,000 نفرشون هم 3 ثانیه‌اش رو دیده باشن.
ولی وقتی IGTV میذاریم که من جلوتر میگم کاملا متوجه میشیم که کجایی تا کجای ویدیو رو دیدن. این فرق IGTV با پست معمولیه توی ویدیو. معرفی تیم، اینجا من پیج راهنما رو معرفی میکنم که به نظرم خیلی فوق العاده‌ان، دمشون گرم، پیج اینستاگرامی باحالی دارن. اومده و دونه دونه تیمش رو معرفی کرد. ما اگه بیزینس داریم، ببین آدما دوست دارن بدونن که اونی که پشت خط صحبت میکنن کیه، چه شکلیه، چه علایقی داره، چه خصوصیت اخلاقی داره، اینو براشون جذابه. حالا کجا ما می‌خوایم اینو معرفی کنیم؟ میتونیم تو سایتمون یه صفحه‌ای بسازیم که کلی بیایم راجع به تیممون صحبت بکنیم؟ میتونیم این کارو بکنیم، واقعا صفحه جذابی میشه، ولی کدوم بیزنس این کارو انجام میده؟ من بهترین سایتی که میتونم بگم این کارو انجام داده سایت maz.com. تو سایت‌های ایرانی هیچی ندیدم. خودم ترجیح همینه که تو اینستاگرام این اتفاق بیفته، دونه دونه از اعضای تیممون یه سری محتوا تولید، یعنی یه عکس خودشون باشه. بعد حالا من ترجیح همینه که پست اسلایدی باشه. دوستان با پست اسلایدی کاملا آشنا هستین. پست اسلایدی باشه، این همین پست رو نگاه بکنین، تصویر کاملا از در حین کار کردن. این تصویر اگه اسلاید بقیه‌شو نگاه کنین 8 تا پست دیگه هم وجود، 8 تا تصویر دیگه هم وجود داره و در حین کار کردن عکس برداری شده و خیلی جذابه و کلی کپشن. حالا من اینجا ایرادی که میتونم بگم که کپشن نمیتونم بگم ضعیفه، ولی ناقصه، میتونه کپشن جذاب تری باشه، ولی تو خود تصویر از در واقع تیترهای جذابی استفاده شده. یه هشتگ خواستم برای تیمتون بسازید، قشنگ یه برندینگ خوب میشه برای تیمتون و به اچ آر و نیرو انسانی تیمتون هم کمک میکنه. میبینید آدما بعد یه مدت میگن چقدر اینا حال دارن میکنن توی شرکتشون، توی دفترشون، توی تیمشون و چقدر آدما حالشون خوبه. البته خب این یه فیسه، ولی خب کمک میکنه به اینکه آدم یادش بمونه که بله فلان شرکت این اتفاق میفته یا فلان آدم داره توی شرکت این کارو انجام میده. جالب میشه. هشتگ خاص استفاده کنید، ترجیحاً هم خود اون شخص رو منشن نکنید. معمولا اون شخص خب پیج شخصی داره، پرایوت، شاید دوست نداشته باشه، این حتی خب دیگه صحبتی که خودتون دارین، ولی خب ترجیح استفاده نکنین بهتر. حالا ما اینجا مثلا تو مدیا اد مثال خودمون رو بزنم، چون تپسل و مدیا اد جایی بود که من فعالیت میکردم. این اگه اشتباه نکنم اینم باز پیج استوری تپسل. ما میومدیم یه کار جالب میکردیم، یه نتیجه خیلی جالب میخوام بهتون بگم. میومدیم و دوستان یه نظرسنجی فقط مثبت منفی بهم بگین. اوکی این با روند با محتوا، این دوست دارین که گوش بدین و اینها؟ اوکی مرسی خیلی عالی. خب من خیالم راحته، قربان شما، من ممنونم. ما اومدیم تو استوری معرفی کردیم تیم رو و هایلایتش کردیم. اینجا دوباره آوردمش، یک بخشی که ما میتونیم هایلایت کنیم اینه و اومدیم یه سری چیزای جذاب از هر آدمی گفتیم. مثلا این آدم عاشق قهوه است، این آدم نمیدونم خیلی مضطربه، این آدم تو فلان چیز خیلی مهارت داره. یه سری چیزای بامزه استفاده کردیم توی تصویر دیگه. اونجا که نمیتونیم کپشن بنویسیم، تصویر استفاده کردیم و آخرین تصویر چون هایلایت استوریه دیگه، 10 تا اسلاید، 10 تا استوری، آخرش رسیدیم به این که حالا اگه شما هم میخواین مثلا در واقع ما فلان نیرو رو میخوایم، اگه شما هم میخواین در واقع عضوی از تیم ما باشین، رزومتون رو ارسال کنید. خیلی جالب بود واقعا، این دیده میشد، خیلی دیده میشد. ما همیشه انتظارمون از اینستاگرام استخدام نیست، بعید میدونم کسی استخدام باشه، ولی ما از اینستاگرام استخدام میکردیم. خب یه پیج دیگه هم بهتون معرفی میکنم، انجا بریم نگاه بکنیم. اونم تو بخش هایلایت استوری یا بعضی موقع فکر می‌کنم تو هایلایت استوری با خوب باشه، کافه بازاره. اونم اینستاگرام جالبی داره و تمرکزش روی گرفتن نیرو اتفاقا. به نظر اینم باز جذابه، جدا از لینکدین که خب تمرکزش روی استخدامه، ولی اینجا هم خیلی میتونه کمک کنه. پس ما اون کال تو اکشنه که اینجا دوباره دمش اشاره میکنم، بحث گرفتن نیروه دوستان. ما اومدیم با کال تو اکشن جذاب در واقع نیرو جذب کردیم. محتوای پشت صحنه به شدت توصیه میکنم برای دوستانی که در واقع پشت صحنه هیچ وقت مشخص نیست و لازم آدم‌ها بدونن این محتوا رو داشته باشن. من یه رستورانی آوردم به اسم فود استارز، foodstars.ir. استارزش اسش آخرش با 2 تا اس، .ir. و این در واقع یک پیجیه، یک رستورانی، یک مجموعه رستورانیه که یه سری ویدیوها تولید کرده از خود آشپزخونه.